جالب‌تر انجام بدید. ببینید بازم زاویه شانه رو ببینید، هیچ فشاری رو مفصل الان نیست، فشار مضاعف ها، فشار به درد نخور که آسیب به شما بده. از 120 درجه شروع میکنه، آرنجاشو حتی میتونه خم نگه داره در این حالت. خمش کن میسم، آفرین. حالا من میخوام فقط با این قسمت فشار بدی به سمت پایین. حالا از میسم خودتون بپرسید آیا عضله الان تحت فشار هست یا نه. دقیقاً مثل این که من با دو تا دستم اهرمو گذاشتم اینجا. بیا میسم نگاه کنید، تا پایین زیر بغل میسم درگیره. یه بار دیگه میسم جان ببینید. پس ما خیلی گزینه‌های بهتری برای اجرای حرکت داریم که اگر از اونها استفاده کنیم عضله به خوبی درگیره و مقدار آسیب میاد پایین. یادتون باشه قهرمان نباید آسیبی زیادی ببینه. اتفاقا این حرکات رو قهرمان‌ها باید بیشتر استفاده کنن. به افتخار میثم که چندین دوره قهرمان بودن هم یه دست بزنه.